داستان کوتاه بابا کوهی. نویسنده افسانه معصومی. گوینده عادل آزادی. سرم درد می کند. نمیدانم کجا هستم. دستان گرمی را احساس می کنم که به صورتم ضربه می زنند. بعد متوجه کشیده شدن خودم روی زمین می شوم. چشمهایم را باز کردم. تصاویر دور و نزدیک می شوند. حس عجیبی دارم. چند لحظه پیش احساس می کردم داخل یک گذرگاه استوانه‌ای شکل هستم و به سمت پایین فرود می آیم. تصاویر درهم و برهم را می بینم. یادم آمد که داخل گروه بودیم. به یک درخت تکیه دادم. همه رفتند. دارم آب می خورم. متوجه یک خرچنگ شدم که روی زمین حرکت می کرد. از خود می پرسم خرچنگ وسط جنگل چه کار می کند؟ نزدیک رودخانه هستیم. صدای جریان آب از دور شنیده می شود. حواسم پرت شده. گروه دور شدند. مسیر را گم کردم. همه جا شبیه هم است. گوشی از دستم افتاد. روشن نمی شود. GPS ندارم. هل شدم. این طرف و آن طرف می روم. کدام سمت بود؟ خورشید را مرجع قرار می دهم. شمال و جنوب را در می آورم. برنامه گروه را مرور می کنم. به نظر خودم دارم درست می روم. ساعتی است در حال رفتن هستم. از صدای رودخانه دورم. دیگر مطمئنم که گم شدم. یادم بود که در صحبت‌های راهنمای گروه شنیده بودم که فردا مسیر رودخانه را بالا می رویم. باید رودخانه را پیدا کنم. صدای رودخانه دیگر شنیده نمی شود. دره‌ها، بالا و پایین‌ها مرا از صدا دور کرده است. در همین فکر بودم که زیر پایم خالی شد. یادم هست که از لابلای درختان غلط می خوردم و به سمت پایین می رفتم. بعد آن را دیگر به خاطر ندارم. چقدر بیهوش بودم. این مرد کیست؟ داخل گروه کوهنوردی ما نبود. من و او تنها هستیم. چشمانم را که باز می کنم او را می بینم که این طرف و آن طرف می رود. آتش برافروخته است. داخل چادر خودم هستم. درد پاهایم را تازه احساس می کنم. اول که به هوش آمدم این همه درد نبود. بانده کشی های دور دستم آشناست. راحله آنها را داخل کیف گذاشته بود. به او گفته بودم این همه کمک های اولیه برایم نگذار. کوله‌ام باید سبک باشد. فکر کنم همه آنها استفاده شده است. شب را خوب خوابیدم. دردم کم شده. مسکن‌ها اثر کرده. شیر خشک‌های داخل کوله را با آب مخلوط کرده بود. به هر زحمتی آنها را خوردم. هنوز هیچ گفتگویی بین ما شکل نگرفته. حوصله حرف زدن ندارم. زیپ چادر را که باز کرد شنیدم ولی چشم باز نکردم. گفت چطوری جوان؟ چقدر این صدا گرم بود. جان گرفتم و چشمهایم را از هم باز کردم. لبخندی زد و رفت. بعد ناهار احساس بهتری داشتم. نمیدانم چرا ولی یک ریز حرف میزنم. از خودم گفتم، خانواده‌ام، تفکراتم. خود را بابا کوهی معرفی کرد. در برابر پرحرفی های تمام نشدنی من فقط لبخند میزند. چقدر با این انسان غریبه آشنا هستم. برایم یک چوب دستی درست کرده. اوضاع جسمیم خیلی بد نیست. کوفتگی عضلات آزارم میدهد. پاهایم کبود شده است. شب اول را همانجا ماندیم. خبری از گروه نجات نیست. نمیدانم متوجه نبودن من شدند. روز دوم همه چیز تغییر کرد. من ساکتم. دوست دارم او صحبت کند. کلی فکر می کنم و یک جمله می گویم تا سر صحبت را باز کرده باشم. مختصر و مفید پاسخ می دهد.
سوالاتم رنگ عجیبی گرفته. احساس می کنم پاسخ تمام سوالات بی جواب زندگی من را می داند.